سلام، صبح بخیر خدمت شما دوستان و همراهان دنبال کننده کانال جال بود. امروز میخوام براتون آموزش چای مسالا رو بذارم همراه شیر. از قبل پیچرمو آماده کردم. شیر رو باز میکنیم. مقدار لازم 150 میل شیر میریزم. به اندازه لیوانمون شیر میریزم. چای مسالا هم همیشه بهتون گفتم من پودریجاتم رو سعی میکنم بهترین برنده ها استفاده کنم، چون مشتری همیشه حق داره که بهترین ها رو استفاده کنه. اینو به یاد داشته باشید همیشه. یه اسکوپ پر، اینم اسکوپ دوم باز پر. میریزیم قاطی شیرمون میکنیم توی پیکر و بعد شروع میکنیم هم زدن. کامل همش میزنیم به طوری که یه نواخت و یک دست با شیر قاطی باشه. چای مسالا چون طعمش گرمه بعضیا دوست دارن شیرین بخورن، ولی من توصیه نمی کنم، ولی یه چیز خیلی خوب و عالی برای اونایی که سرما خورن. بسیار گرم و عالی. این بار سعی کردم زاویه دوربین رو طوری تنظیم کنم که شما دوستان عزیزم ببینید. استیلون رو قرار میدیم داخل پیکر و شروع میکنیم با کار دادن. به اندازه‌ای که گرم بشه، داغ بشه، نمیخواد فوم بهش بدید، فقط به اندازه‌ای که مخلوط بشه و گرم بشه. همیشه هم بعد از استفاده از دستگاه سعی کنید لوله استیلونتون رو تمیز کنید. یه بار بخار بهش میدید و بعد تمیزش میکنید با دستمال خشکی که همیشه بالای دستگاه قرار میدید. چای مسالامون آماده است. خدمت شما دوستان عزیز. باید به این بافت برسیم. خدمت شما نوش جانتون. ممنون میشم سابسکرایب و لایک کنید. همچنین ما هم شما رو سابسکرایب و لایک میکنیم و دنبال میکنیم. سپاس، روز خوبی داشته باشید.